مؤسسه نشریه معارف زیر ساختار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بوده فعالیت خویش را طبق دستور و سپارش و نقشه‌های وزارت به راه مانده است و با آماده کردن ادبیات‌های علمی و تعلیمی و بدیعی مشغول می‌باشد. امروز تمام شعبه‌های مؤسسه نشریه معارف تلاش دارند که کار خویش را سری وقت و با صفت بلند اجرا نمایند و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی کشور را با کتاب‌های درسی تامین نمایند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای سال تحصیلی 2020-2021 71 نامگوی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی تعلیمشان به زبان تاجیکی، 31 نامگوی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی تعلیمشان به زبان روسی و 23 نامگوی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تعلیمشان به زبان ازبکی که در مجموع 105 نامگوی را در بر میگیرد به نقشه گرفته برای اجرا به نشریات معارف سپاریده بود. از شماره های ذکر گردیده در سال سپری گردیده شده 71 نامگوی کتاب های درسی پرره آماده کرده شده. بعد تجدید و نظری کارشناسان برای چاپ به مرکز تهیه نشر و معاملات کتاب‌های درسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد. در این برابر برای تأمین آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی 23 نامگوی راهنمای آموزگار از فن‌های تاریخ عمومی، تاریخ خلق تاجیک، معرفت عائله‌داری، زبان انگلیسی آماده کرده شده برای چاپ به مرکز سپرده شده است. سال تحصیلی 2021 از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طبق نقشه 32 نامگوی کتاب‌ها برای اجرا به مؤسسه سپاریده شده است و از نقشه گذشته طبق فرمایش 34 نامگوی در مجموع در فعالیت امسالی مؤسسه 66 نامگوی ادبیات‌های تعلیمی باید که تا آخر سال آماده کرده شده برای استفاده بردن، یعنی که با آزمون چاپ پیشنهاد کردن با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. یکی از سمت‌های دیگر فعالیت مؤسسه این آماده کردن ادبیات‌های بدیعی برای غنی گردانیدن کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی کشور می‌باشد. طی 2 سال از طرف مؤسسه 71 نامگوی کتاب‌های بدیعی آماده کرده شد و با دستگیری به واسطه نشریات معاصر با تعداد هر کدام 10,000 نسخگی نشر شده برای استفاده به کتابخانه‌های مکتب یعنی که در مضافات فرستاده شد. جهد و تلاش رهبریت مؤسسه بر آن نگرانیده شده است که هرچه زودتر ادبیات‌های گوناگون تعلیمی و بدیعی را آماده نمایند و برای چاپ به وزارت پیشنهاد سازند تا خوانندگان از آنها بهره ور گردند.